بیاین راجع به این حرف بزنیم که با افراد تروماتایز شده چطور باید رفتار کنیم. 1. میتونیم شنونده خوبی باشیم بدون اینکه حرفشون رو قطع کنیم یا بخوایم نصیحتشون کنیم. میتونیم یه گفتگو خیلی سالم دوستانه داشته باشیم و یه فضایی براشون باز کنیم که حرفی که توی دلشونه و بسیار براشون سخته که به زبون بیارن رو به ما بگن. امنیت. آدم‌هایی که تروماتایز شدن از محیط بیرونشون احساس امنیت امکان داره که نکنن و خیلی مهمه که ما اون احساس امنیت رو براشون ایجاد کنیم تا بتونن خود واقعیشون باشن و حرفی که تو دلشون خیلی وقته که مونده و تاثیرات بدی که محیط روشون گذاشته رو بتونن بازگو کنن، چون فقط بازگو کردن این قضیه میتونه بار خیلی سنگینی رو از روی دوششون برداره. دومین مورد اینکه توی گفتگومون یه جریانی باشه خیلی مهمه. خب ما چطور میتونیم این جریان رو برای افرادی که تروماتایز شدن و لحظه‌ای که احساس میکنن دوست دارن تجربهشون رو با ما به اشتراک گذاشتن راحت‌تر این کار رو انجام بدن، یه کار خیلی مهم بکنیم. میتونیم اعتبار بدیم به این شکل که حرفی که خودشون دارن میزنن، جملاتی که خودشون دارن میگن و یا حتی احساسی که به سادگی بیان کردن رو تکرار کنیم، برای اینکه بهشون بگیم ما متوجه هستیم که این احساسی که تو داری میکنی چقدر میتونه سخت باشه، متوجه هستیم که دردی که کشیدی واقعیه و اعتبار بدیم به تجربه و احساساتشون. مورد سوم، از جملاتی که باعث شرم در کسی که داره تجربهش رو با شما به اشتراک میذاره کاملا دوری کنید، به خاطر اینکه خیلی مهمه که اجازه بدیم طرف اون تجربه‌ای که کرده و اون احساساتی که داره رو به صورت آزادانه با ما به اشتراک بذاره. از جمله‌هایی مثل اینکه تو باید قوی‌تر باشی، این مسئله که خیلی ازش گذشته ها گذشته، قربانی این اتفاق نباش، یا اینکه حتما تو هم یه کاری کردی که این اتفاق برات افتاده، کاملا پرهیز کنیم. 4مین مورد، صبور باشیم. سعی نکنیم که مجبورشون کنیم که راجع به احساساتشون صحبت کنن یا راجع به تجربه‌ای که داشتن حتما با ما اشتراک بذارن تا ما احساس مفید بودن بکنیم.